سلام، عرض ادب و احترام خدمت شما دوستان موتور سوار عزیزم. راجع به کلاه‌های اوپن فیس یا کلاه‌های 3/4 که بیشتر در بین دوستان کروز سوار و اسکوتر سوار ما رایج هست استفاده از این کلاه می‌خوایم صحبت بکنم. با برند ردلاین کلاه شارژ شده، چند تا طرح مختلف داره که طرح‌هاشو من توی پست‌های بعدی اضافه می‌کنم. راجع به ساختار خود کلاه اگه بخوام عرض کنم خدمتتون، جنس خود کلاه لایه بیرونی از پلی‌کربنات هست که با یه لایه پلی استایرن به جهت اینکه محافظت بهتری میده در برابر ضربه و صدماتی که به کلاه وارد میشه ساخته شده. توی خود کلاه ما یه آستر قابل شستشو و قابل جدا کردن داریم که هم جاذب رطوبت هست، موقع که سر شما عرق میکنه به هر حال جوری ساخته شده که لایه‌های تنفسی توش ایجاد کردن. و از این برم خود لایه‌های کلاه رو هم شما مجددا میتونید باز بکنید، شستشو بکنید و دوباره